9 قاعده مهمی غذای سالم در ماه رمضان که وزارت حفظ تندرستی توصیه‌های زیرین را برای نگاه داشتن سالمی سیستم معده و روده و روزه‌داری پیشنهاد کرده است. افطار را با خرما آغاز کنید. پس از دهانگشایی و پیش از سحرخوری بسیارتر آب نوشید. از غذا و محصولاتی که باعث تشنگی می شوند پرهیز کنید. آهسته آهسته به شتاب افطار کنید. باوری حاصل کنید که غذای شما دارای تمام مواد غذایی ضروری است. خوراک‌های سالم را انتخاب کنید. از شیرینی‌ها خودداری کنید. از نوشیدن قهوه خودداری کنید. در یک روز 3 بار خوراک بخورید، یعنی در بین افطار تا سحرخوری. اشتهای صاف